الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. قبلا تمام شنونده ها را، تمام برادران و خواهران در این ماه مبارک تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند این عبادت بسیار مهم و پرثواب را از بندگانش خدای مهربان قبول گردانه. برادران و خواهران عزیز، اینجا سؤال مطرح شده است که آیا برای نفرانی که امروز در صحرا کار میکنند، با کشت و با مسئله های زمین سر و کار دارند، یعنی نام دهقانی دارند، آیا برای همین ها شریعت اسلام، آیا دانشمندهای ما رخصتی برای روزشون خوردن و بعدا این روزها را قضا داشتن آیا اجازت داده است یا نداده است؟ میخواستم من در گرد این برای شما معلومات دهم. فقط و فقط از شما یک خواهشی من همین است که شما با گوش دل گوش اندازین و بعد آنه که این مسئله را من برای شما روشن‌تر واضح‌تر وقتی که صحبت میکنم، انشاءالله که هر یک سخنی که میگویم من برای شما آدرسی او را و هر یک کتاب‌هایی که در این باب اشاره شده است به سمع شما میرسانم تا انشاءالله شما هم در این باب یگان شبهه و یگان شکی را در دلهاتون نداشته باشین. زیرا این سوال برادرای عزیز و گرامی چند روز است که نزد ما هست و از ما در این باب زیاد میپرسند، به خاطر آنه که شاید از بعض برنامه هایی که بیرون از تاجیکستان گفته شد و من هم از آن زمره بعضی اونها را گوش انداختم، ولی در داخل صحبت اونها غرضها بود و هر یک سخنی که میگفتن، چهلی که قرآن میگه ها تو برهانکم این کنتم صادقین، شما برای آنه که سخنتون حقیقت داشته باشه شما حجت بیارین، شما دلیل بیارین. لیکن متاسفانه ما در گفتارهای همون نفرهایی که در همین باب صحبت کردند و ایراد گرفتند ندیدیم یگان حجت و ندیدیم یگان دلیلی را. فقط آن چیزی که اونها گفتند معلوم بود که از روی غرض و از روی بدبینی بود. زین لحاظ برادران عزیز، من در پیشم قرآن است. خدای مهربان در همین سوره بقره آیت 185 آگاه میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. صدق الله العظیم الی آخر آیه. برادرای عزیز، ماه رمضان ماهی هست که خدا وصف کرده است که در این ماه نزول قرآن هست و الله مهربان میگه هر کسی که در این ماه وقتی به این ماه میرسد، وقتی این ماه را مقصد دریاب میکند، روزه این ماه را بگیرد. و در اینجا الله مهربان با استثناء کرده است. برادر است، اگر یکی از شما بیمار باشد یا یکی از شما در جای مسافر شد، خداوند میگه که اینها حق دارند که روزه هاشون را بخورند. بعد در دام آیت الله مهربان چی زیبا میفرماید، میگه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدای مهربان برای شما همیشه آسانی میارد و الله مهربان هیچ وقت بر بالای شما مشکلات نمیارد. برادران عزیز و گرامی، از این استثناء، از این جدایی که خداوند ماه رمضان اول گفت بسیار ماهی مبارک است روزه بگیرین، ولی برای آدمای الهیده هم خدای مهربان با اجازت میتد که شما روزه هاتون حق خوردن دارین که در آیت قرآن آورد. برادران عزیز و گرامی، آیا
خردن آدم بیمار یا خوردن آدم مسافر یا خوردن زن حامله‌دار یا خوردن زنی که مقصد شیرده هست و دیگر چندین نفرهایی که اجازت خوردن دارند، بین اینها همه از روی ضرورت است. یعنی به ضرورت اجازت نیست که انسان روزش خورد، لیکن وقتی ضرورت آمد حتما الله مهربان اجازت میتید که تا همین ضرورت از بالای شما دور شدن شما حق روزتون خوردن دارید. برادرای عزیز و گرامی، یک گویم قاعده اصولی داریم ما، یا یک قاعده فقهی که ایره انشاءالله بسیاری از دانشمندای ما میدانند. آمده است این قاعده فقهی یا قاعده اصولی که از ضرورات تبیح المحظورات. یعنی چی؟ یعنی وقتی ضرورت پیش آمد هر چیزی که اگر ببینین نادرست هم که باشد درست می شود. هر چیزی که اگر حتی حرام باشد شریعت او را مباح می گرداند، زیرا که در بین ضرورت آمده است. و همین ضرورت، همین قاعده که من گفتم، همین قاعده فقهی یا قاعده اصولی که گفتم، همین هم برادرای عزیز یعنی منشأ همین از آیت قرآن است که سوره بقره آیت 173 میگه فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. خداوند میگه هرگاهی که شما اگر در یک حالت مضطر ماندین، ضرورت بالای شما آمد، ببینید که یعنی هر یک نادرستی ها برای شما درست می شود، هر یک حرام ها برای شما مباح می شود. مثال برای فهمیدن خطاب، شما در یک منطقه رفتین که بجوز از حرام چیزی نیست. الله مهربان در زیر این آیت میگه که برای دفع هلاکت، برای حفظ جان خودتان شما از همه حرام استعمال کنید تا زمانی که مقصد لقمه حلال به دستان بیاید. یا برادران عزیز و گرامی، هرگاهی که من مادرم، عائله‌ام، خواهرم پیش طبیب میبرم، در اسلام زن را باید زن طبابت کند، مرد را باید مرد طبابت کند. لیکن وقتی من میبرم میبینم که یگان طبیب زنانه نیست. وقتی ضرورت که پیدا شد، یعنی طبیب مرد هم میتواند که خواهری مرا، مادری مرا، خانومی مرا هم مقصد طبابت کند. میتواند که مقصد دستی او را، پای او را، هر جایی که در من باشد او حق دیگر دیدن دارد، زیرا که این برادر عزیز ضرورت است. یا دیگر ضرورتی که در زمان حضرت عمر، برادران عزیز و گرامی، وقتی قحطی آمد، وقتی نارسایی و خشکی آمد، در سوره مائده آیت 38 برای کسانی که دزدی میکنند اسلام میگه دزد دستش بریدن در کاره. لیکن حضرت عمر وقتی قحطی آمد، وقتی ناداری که آمد، مردم در همین حالت من کرد، گو حالت بسیار ناگوار است، دزدها را دیگر دستاشون نبری، یعنی دزدها دستاشون بریده نشود تا از همین وضعیت ما بیرون نبرویم. یا برادران عزیز و گرامی، امروز بین حج در گردن هر یک آدم مالدار فرض است، لیکن در خانه کعبه را امروز تمام شیخ ها و علما و دانشمندای بگیم خود همون عرب در بستن، گفتن امسال نیت حج فرضی نکنید، زیرا که مقصد این وبا، این دردی که امروز عالم فرا گرفته است، ضرورت که پیدا شده است، ما حج فرضی برادر از گردن ما ساقط است. اگرچه مبلغ ما است، شرایط ما است، لیکن ضرورت که پیش آمده است، من دیگر این حج ده نرفتنم دهم برادر عزیز گناهگار نمیشم. بسیار این خیلی مسئله را من برای شما مثال آوردم. در تاجیک ما مثال روغن خرس میتین، در تاجیک ما گوشت صغر میتن، در تاجیک ما جیره میتن، در تاجیک ما سگ، بعضی طبیب ها در فلان بیماری ها مقصد فایدانا کاس گفتن میتن. لیکن همین ضرورت ده اگر طبیب حاذق باشد شریعت اجازت میتد، میگه معنیش درست است. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، یعنی در اسلام ما گویم حرج نیست، مشکلات نیست. شما میتونید حتی سوره
حج آیت 78 خدای مهربان میگه که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین ما حرج نداره، دین ما مشکلات نداره. یعنی دین ما دینی نیست که در یک مسئله ما قرار بگیریم و دیگر نداریم که چیکار کنیم. راههای حل در دین ما زیاد از زیر خدا خودش گفته است این دینی که من بر شما فرستادم تا روز قیامت جوابگوی همه عصر زمان هست. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، این مسئله که مقصد برای آدمای کشاورز، برای آدمان زمیندار، برای آدمانی که امروز حقیقتا بسیار وقت حاصله برادر عزیز، حقیقتا امروز باز وضعیت امروزه به همه ما و شما دیگر معلوم است که درهای همه مملکت ها دیگر بسته شد. هر کس باید که آن حاصل و آن کاری که در داخل دارد باید به همون انجام رساند. از این لحاظ بنابر همین من برادران عزیز کتابی دارم در کتابخانم از فقه الاسلام و ادلته. این حضرت صاحبش وهبه زحیلی هست که این بسیار یک عالم کلان، حتی این مفسر هم هست. در کتابش فقه الاسلام و ادلته که عبارت از جلدهای زیاد هست و از 4 مذهب صحبت میکنه و در کتاب صوم بگیم یا کتاب روزه سخنی را از جناب ابوبکر آجوری میارد. این ابوبکر آجوریش برادر عزیز 280 تولدش، 360 هجری گویم وفاتش است. خیلی آدم پیش است. تمام علما ابوبکر آجوری را همچون محدث میدانند، فقیه میدانند، عالم میدانند، ثقه میدانند. همین ابوبکر آجوری را وهبه زحیلی در کتابش آورده است که این حضرت گفته است که فَإِنْ خَافَ بِالصَّوْمِ تَلَفًا أَفْطَرَ وَقَضَى كَالْحَصَادِ وَالْخُبَّازِ وَالْحَدَادِ. ببین چی میگه؟ ابوبکر آجوری را سخنش آورد که گفت اگر در ماه روزه حسادش برادر عزیز انا همین عیناً آدمای دهقان، آدمایی که به زمین سر کار دارن، آدمانی که بگیم تمام بازار شهر ما را از پمیدار و کارتوشکه و از جگاری و از هر محصولاتی که در زمین هست تامین میکنن، حسادش همینا هستن. بین خبازش یا خبازش اینها کسانی که نانوای دارن، نان میپزن. حدادش برادر عزیز کسایی که حتی که آهنگرن، دکانهای آهنگری دارن. میگه اگر همینها مقصد از زمره کسانی هستند که اجازت خوردن روزه را دارن، افطر و قضا، یا افطار میکنن تا از همین حالت مردم بیرون کنن، ضرورت مردم بیرون که شد قضا. بعد روزهایی که مثال مانده است، روزهایی در که برای اینها فراهم آمد دست گرفتن، انا که همین روزه خوردگیشون بعد قضا میدارن. یعنی این برادرای عزیز و گرامی انا یگان جای بگیم قبولش باید یگان مشکلاتی نداشته باشد، زیرا آن چیزایی را که من برای شما گفتم همش گفته خدا و گفته رسول و گفته دانشمندای ما که همش سرچشمش با همین آیت حدیث میاد. حتی در یک فتوای جناب امام احمد حنبل یک مسئله را دیدم که میگه برای کسی که حتی یک آدم در درون دریا غرق شده است، یک آدم برای او را از داخل دریا برآوردن اگر رود او را از هلاکت نجات دهد، ببینید اگر همین انسان هم حق روزش خوردن دارد. چلی که در اصطلاحای بگیم بچه ها میگن که مثال در نزد هر یک حوزه و دریاها سپاساتلا هستند، یعنی مردم نجات میدادگی. همین هم حتی امام احمد حنبل در فتواش آورده است که اجازت دارد همین آدما که مردم که ای هلاکت نجات میتن به همین خاطر روزه هاشون بخورن و وقت که دست یافتن روزه را قضا بگیرن. برادران شما یک اندیشه کنید، امروز یک روزی هست که نجات تمام مردم گوییم، البته همش اول و آخر خدا هست، لیکن به اسباب نمیشود، به سبب نمیشود. زیلیاز امروز مردمی که مثال در زمین کار میکنن، نفرهایی که برادرای عزیز، حتی امروز دخترهایی که گوییم 24 ساعت در بالای پاهاشون هستند
که همیشه حرکت میکنن برای مثال یک بیمار از او حالت برآوردن که مرا زنگ میزنن که از داخل و از خارج که حتی ما کارهای 24 ساعته داریم که دیگر نه سحر خرک کرده میتونیم نه بیگای خرک کرده میتونیم. از آن جمله برادرایی که در همین بیمار که از روسیه زنگ میزنن مبتلا شدگیان، ما برای همه اینها موافق همین فتواهایی که دیدم اجازت دادیم که شما حق روزه هاتون خوردن دارید. زین لحاظ برادرای عزیز و گرامی، انشالله در این باب یگان شبهه یگان شکی نیست. انا چیزی که صاحبای کتاب گفتن ما میتونیم که از فتوای این بزرگا استفاده بریم. به هر یک خیل اغواها، به هر خیل یک تهمتها، به هر خیل یک مقصدهای ناپاکی که بعضی نفرها دارن که مقصد در تاجیکستان فتوا دادن که انا روزه هاتون بخرید. برادرای عزیز، این خیل فتوا هیچ وقت صادر شدگی نیست یا هیچ کس ماه رمضان منکر نشده است، بلکه چیزی که همین صاحبای کتاب گفتن همون نفرهایی را که همین مردم در نظر دارن همون سخن اول در همین درون کتاب هست. از این لحاظ من از همه برادرها خواهشم همین است که همین خوب با دقت باشید، فریفته هر یک مقصد سخنهای بیهوده و پوچ باطل نباشین. چیزی را که اسلام برای ما اجازت داده است برادرها از این ما و شما پیگیری کنیم. در آخر برادر عزیز گفتنی هستم که خدای مهربان این ماه را که ماه صبر میگن، خداوند بر همه شما صبر تید و بر تمام این دهقانهای ما، کشاورزهای ما خداوند با قوت تید که در همین خیل لحظه ها بازارهای ما را، مردمهای ما را از تمام آن شرایط ها و گوشت و خوردنی و هر چیزی که هست خدا قوتشون تید که تامین کنند. انشاءالله مثل همون حدیثی که میگه نفر تاجری که بازار ما را اگر به شرطی از مواد خوراکت تامین کند وای مثلش گوی مانندش مثل یک مرتبه و منزلت مجاهدی در راه خدا را دارد. انشاءالله من با باوری کامل گفته میتونم که اینهایی که امروز در همین خیل حالتهای ناگوار مهنت دارن، زحمت کشیدستن و مردم ها بگیم کمک کردستن، خدا خواه از زمره همون آدمانی با ثواب و با اجر می شوند. در آخر خداوند همه تانا بازم صبر تیه و الله مهربان وقتی خوش و ایمانی کامل تیه و الله مهربان این دردی که درد عالمگیر هست خداوند تمام مردم روی عالمه از این درد خلاص گردانه، این مشکلات ها را از روی مردم برطرف گردانه و خدای مهربان با روزهای خوب و روزهای نیک برای ما نصیب گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.